درود به همه شما دوستان عزیز و اون نفرانی که همین حالو پیاله چای در دستتون و در همین شوم زیبا ما رو طریق تلویزیون سفینه و برنامه فضا تماشا دارید. شامتون رنگین باشد، شام اطرالودی وطن به همتون مبارک. این برنامه فضا است چون هر وقت دوستان عزیز و ما نیز در برنامه این شومینمون مهمان داریم گروه آوازه‌دار پریم. خب دوستان عزیز حضور دارند در کنار من رهبر گروه علیم شرینوف، آوازخوان گروه برادر عزیز ما صابر امینوف و نوازنده ها باشد اکای فیروز جان حکیموف و شوکت ملاجانوف. خب شما را من خوش آمدید میگویم و یک گل دخترک زیبای دیگر عزیزان دل مهمان ما هستند. اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است مهرنیسای اسفندیار. مهرنیسا خواهر عزیز شما را خوش آمدید میگویم. شام همگی شما بخیر. نخست میخواهم صابر جان امینوف بگوید که پیش از اون که با برنامه فضا دعوت شده برنامه موسیقیتون آماده بود و یا کمیگونه آماده کردید؟ برنامه یعنی که موسیقی ما فکر کردیم که کدام سرودها یعنی که ایجاد کنیم، برای اینکه شماره سرودها یعنی که زیاد است و باید انتخاب کرد اونه که هم با ما یعنی که معقول است، هم با فکر میکردیم که ممکن که با تماشابینان یعنی که پسند آید. بله بیننده‌های عزیز، خوب اکنون شما گمان میکنم پای برده که صابر جان الکای این شام خواسته های قلب شما رو میسرایند و ترانه نخستین هم که سرایدن خیلی یک ترانه زیبا بود. این ترانه رو چگونه انتخاب کردید؟ شاید ایده یکای علیم جان بود و یا گروهی ایجادی بود و یا چگونه؟ البته علیم جان شرینوف رهبر گروه هستند و هر اقدامی که یعنی که ما میکنیم البته در یک جایگی، در نشست یک جایگی، در مصلحت یک جایگی میکنیم، هم فکری. البته هست نقطه‌هایی که یعنی که علیم به عهده خود میگیرند و با اون کارهایی که یعنی که به کارش یعنی که بردباری کرد یعنی که خرسند میشود که درست کرد، یعنی که کارش اگر نشود ما هم اون رو تنقید میکنیم که انا کاری که برای ما یعنی که خطا بود، یعنی که یکی شوخی میکنم. البته ما یکدیگر را هیچ گاه یعنی که تنقید نمیکنیم، زیرا که این یک همچون یک تشکیلات است، این همچون یک عائله هست، زیرا که هر یک کس میتواند یک بهبودی شود، یک کمبودی شود، یعنی که ما یکدیگر را حتما باید دستگیری کنیم. خب البته استقبال و تکیه کردن به مشورت همدیگر این ادراک هوشیاری دهد میگن. همین گونه است وقتی که ما مصلحت همدیگر را گوش میکنیم در آماده کردن چی ترانه باشد، چی نمیدونم یک کار دیگر باشد در روزگار و در زندگی، حتما ما با موفقیت های خوب نائل میگردیم و واقعا زیبا بود ترانه‌تان. تشکر و
یک کمی خواهم باز صحبت کنم من با خواهر ازم مهرنیسای اسفندیار که ایشان غالب دوره شهری آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، در نامیناسیون ادبیات کلاسیکی هستند، جای یکم رو اختیار کردن. خب چگونه آماده شدید؟ کی هدایت کرد؟ کدام کتاب رو خواندید؟ فکر میکنم که یگانه سلاح نجات بخش ملت ما در مقابل حوادث هولناک تاریخ همان زبان فاخر، ادبیات پرغناوت و فرهنگ نیرومند ما بوده است. و یگانه چیزی که یعنی که خلق تاجیک را تا به حال در عرصه بین المللی میشناسند و احترام میکنند همین ادبیات پرغناوت ما بود. البته. و خب سبب دوم از آن که یعنی که ادبیات کلاسیک تاجیک را انتخاب نمودم از آن بود که خواستم که با گذشتگانم آشنا شوم. البته ما بهترین گذشتگانی را داشتم که بهرمان یعنی که بهترین فرهنگ غناوت مند را بهرمان باقی گذاشتند و پس ما جوانان نورس از آنها همیشه پیروی نموده یعنی که از آنها عبرت بگیریم. و خوب در قطار این البته اگر حافظ را مثال آوریم گیوته میگد که روزم به غزلهای حافظ سپری نمیگردد که خوب گیوته در سطح جهانی شاعر است و خوب باز یعنی که زیاده از این هزارها شاعران ما داریم که بهترین شاعرهای و پس از این یعنی که کمر ببستم که در همین آزمون اشتراک نمودم. در دور شهری آزمون یعنی که توانستم که سزاوار مقام اول گردیده، در دور جمهوری آزمون سزاوار مقام افتخاری گردم و خوب از این یعنی که پیوسته تلاش رو ادامه داده ایستادم، تیاری ها دیده ایستادم و خوب یعنی که دستگیری های به واسطه سراول پدر و مادرم بودن، با نصیحت های پدرم به پیش می رفتیم و بعدا یعنی که با کمک آموزگارانم. بسیار خوب. از دفتر معانی بابای سینا و بابای رودکی و خیام و فردوسی بزرگ و خب حافظ و سعدی چی گرفتید برای خود؟ یعنی که با خود درک کردم که واقعا شخص میتواند که خود را در آن پیدا کند که با کتاب آشنایی پیدا کند. و خب زندگی خود البته یک صحنه فیلم است که در آن هنرمندان گوناگون نقش آفرینی میکنند. یکی یعنی که با هنری بلند خود، یکی یعنی که با عادت‌های بد خود، یکی با خصلت‌های نیک خود میتواند که در دل مردم جا شود و همان کتاب باشد شاید همان یعنی که هنرپیشگان زندگی رو با ما پیشتر آشنایی کند یعنی که شناسایی نماید که و خوب یعنی که درک کردم که در زندگی هیچگاه آدمی بد به مقصد نمیرسد و همیشه یعنی که آدمانی خوب، آدمانی که همیشه یعنی که موفقیت خود را میخواهند و دنبال میکنند البته در زندگی موفق میشوند. بله. بیشتر نثر را دوست می‌دارید و یا نظم را؟ خوب میگن که در ادبیات قیاس کرده نمیشود و مخصوصا در ادبیات کلاسیک تاجیک که اگر ما به نظم رو آوریم در اون دنیا غرق میشویم و اگر به نظم رو آوریم در اون بیشتر. خب اگر به نظم رو آوریم حافظ، سعدی، رودکی، فردوسی، بدیل و اگر یعنی که به نثر رو آوریم در اینجا گلستان و بوستان و بهارستان و یعنی که دیگر اثرها خود یعنی که بهر ما هر یک چیزی خوبه رو به ما میدهند و خوب در ادبیات کلاسیکی هر دو رو میپسندم. تشکر. این موفقیت از خواهر عزیز و ما حال حاضر ترانه دوم رو میشنویم و بعدا با صحبت رو ادامه میدیم و میپرسیم از برادر عزیز و ارجمندمون صابر جان امینوف که ترانه که حال حاضر اجرا میکنید، منظورم ترانه دوم، این ترانه چگونه آماده شده است؟ این ترانه مال کی است؟ آهنگ کی است؟ تشکر زیاد برای سلامتان. سرود دویمی که ما میخوایم به شنوندگان تماشابینان پیشنهاد کنیم نام داره جانانه. این سرود یعنی که اون رو ما از خودمان است، یعنی که ما اون رو هم موسیقیش رو هم کلمه هایی که در اونجا وجود دارن اون رو ما خودمون ایجاد کردیم. تشکر. ترانه را میشنویم دوستان عزیز و بعدا باز برمیگردیم به صحبت. بیا جانانم دلم به تو سایر ندارم، بیا جانانم دلم به تو سایر ندارم.
و دیدار نبینم صد بار تو را جویم و یک بار نبینم تا که بدرت آیم و دیدار نبینم صد بار تو را جویم و یک بار نبینم بیا بیا جانانم دلم به تو سایر ندارد بیا بیا جانانم دلم به تو سایر ندارد ترک دلی آزردم چرا کردی با صدانم ترک دلی آزردم میکنی تو با صدانم تمنای وصالی تو مرا خواهد کشت تماشای جمالی تو مرا خواهد کشت تمنای وصالی تو مرا خواهد کشت تماشای جمالی تو مرا خواهد کشت بیا بیا جانانم دلم به تو سایر ندارد بیا بیا جانانم دلم به تو سایر ندارد درک دلی آزردم چرا کردی با صدانم درک دلی آزردم میکنی تو با صدانم بیا بیا جانانم دلم به تو سایر ندارد بیا بیا جانانم دلم به تو سایر ندارد درک دلی آزردم چرا کردی با صدانم درک دلی آزردم میکنی تو با صدانم تشکر برای پیشنهاد ترانه‌تون و بار دیگر شام زیبای وطن به همه شما مبارک همدیران عزیز و امیدوار هستیم که ما رو ترک نکردید سفینه رو تماشا دارید سفینه کشتی آرزوهای ما و شما هست و ما اهل قلم و ایجاد این بارگاه هنر برنامه آماده می‌سازیم به خاطر که خوب شوق شما رو بالا برداریم شما یک کمی راحت کنید چون از کار میاد البته و امینیم که با اون خاطر تلویزیون تماشا میکنید که یک برنامه خوب یک برنامه دیدنی و یک ترانه های زیبا رو شنوید و به همتون شام زیبا بار دیگر مبارک. خوب این گروه شما خیلی یک گروه آوازه‌دار است و تقریبا از سال 1993 فعالیت میکند و همکنون 30 سالگی جشن 30 سالگی این گروه است و امیدوار هستیم که اینو شما با یک استقبال گرم البته به مخلصانتون نشان میدهید. ترانه های داشتید مثلا در همین گروه که دلبر مثلا عاشقت هستم که همین ترانه قریب ورد زبان همگان بود بله صدا میداد چون واقعا زیبا آموده شده بود و بگوید که حال حاضر همین گونه ترانه های زیبا آماده کرده اید که مثلا مخلصانتون شاد بگردن مخلصانتون خواهش کنند و که خودشون همین ترانه ها رو بخونند چطوره که میگن که ما یعنی که با ما مشکل از گفتنه که یعنی که ما یعنی که سرود ایجاد کردیم و اون سرود یعنی که به همه پسند اومد برای اینکه زود خیت شد و فکرم که این باید از طرف شنوندگان یعنی که پیشنهاد شود انتخاب کرده شود اگر نظر کنیم از نقطه نظر یعنی که اشتراک در یگان آزمون‌های یعنی که آزمون‌هایی که در سطح ملی یعنی که برگزار میشن البته سرودی سال بود 2004 بود سال 2005 سرودی سال یعنی که سال 2004 با سرودی تنها در یاد سال 2005 در سرودی سال با سرودی ای گلک یعنی که ما سزاوار شده بودیم به جایزه گوییم اگر و سال به نزدیکی بود ترانه ایواردز سال 2021 به فکرم شده بود برگزار شد و در اونجا سرودی نوی ما که نام دارد عاشق زارم ما با اون یعنی که سزاوار جایزه شده بودیم. بله بسیار خوب. اگر که همین رو به همین نظر کنیم و گپ زنیم که یعنی که به مانند به مثل اون سرودهایی که در اول یعنی که ایجاد شده بودن و اون پسند اومدن به مخلصان ما ممکن تا همین طور یعنی که گوییم میشوند.
خب کفایت میکند همین که مثلا چند ترانه ایجاد کردیم و مردمان رو قبول کرد و ایجادمون رو بپوشیم؟ نه، یگان یعنی که لحظه این فکر به من آمده بود، زیرا که اولا من فکر میکنم، اکنون من نقطه نظر خودم شخصی، یعنی که اون کاری که من در جوده یعنی که ایجادیات میکنم، پیش از همه یعنی که من در داخل خود اون رو حس میکنم و اون چیزی که من میکنم نه با اون نقطه نظری که اون بیان کس پسند میآید یا اینکه نه، بلکه با اون نقطه نظری که من همین چیز رو حس میکنم و وقتی که اون برآمد یعنی که بیرون، ما یعنی که یک جای شش تا اون رو کارکرد میکنیم و با مخلصان ما پیشنهاد میکنیم و اون لحظه که یعنی که شنونده اون رو میشنود و ممکن بعد گوید که با منم پسند اومد، یعنی که ما چندین مرتبه یعنی که با خرسند میشیم، شاد میشیم و اون همچنین ما رو تلق کننده گوییم، یعنی که کشنده با جودای بلندتر یعنی که کمک میکند. خب بجز از مثلا اشتراک کردن در آزمون‌های سرود سال و نه آزمونی که باز خودتون گفتید، اون باز در کدام مثلا آزمون‌ها اشتراک میکنید و یا که دعوتی هستید و یا دعوت میشوید؟ پیشو یعنی که دوره پیش یعنی که بود همچون سانه بود، در اونجا جایزه موسیقی بود، در اونجا اشتراک کرده بودیم. گویم که در آزمون‌ها یعنی که بیرون از دولت گویم اگر با فکرم که ما اشتراک نکرده بودیم، لیکن که کنسرت ها در بیرون از یعنی که مرز تاجیکستان یعنی که ما گاه داده میستیم، یعنی سفر خارجی البته میکنیم. سفر خارجی میکنیم. بله. خب در چندین سالهای پیش یعنی که ما در آلمان داشتیم برآمد در شهر گیسن. پس از اون سال گذشته یعنی که سال 2011 هم بود، دو کنسرت یعنی که دادیم در شهر مسکو. سال گذشته یک کنسرت نوبتی یعنی که شده بود، اون هم به نهایت خوب و زیبا گذشت. من باز میخوام با مهرنسا خواهر عزیز یک کمک دیگر صحبت کنم که بید یک غزل از نمیدونم حضرت حافظ و یا بابای رودکی و یا سینای بزرگ برای ما و برای بیننده های برنامه فضا قرائت کنید، بعدا صحبت کنیم. میخواهم غزل را از حافظ شیرازی قرائت نمایم. درختی دوستی بینشان که کامی دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. چو مهمان خراباتی به عزت باش باریندان، که دردی سرکشی جانا درت مستی خمار آرد. شبی صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسا گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. اماری داری لیلی را که مهدی ماه در حکم است، خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. بهار عمر خواهی دل وگرنه این چمن هر سال، چون نسرین 100 گل آرد بار و چون بلبل 1000 آرد. خدا را چون دل ریشم قرار بست با زلفت، بفرما لعل نوشین را که زودش بر کنار آرد. زکار افتاده ای دل که 100 من باری غم داری، برو یک جرعه درکش که در حالت به کار آرد. در این باغ از خدا خواهد دیگر پیرانه سر حافظ، نشیند بر لب جوی و سروی در کنار آرد. تشکر. خب مهرنسا، وقتی که شما تصمیم گرفتید که اشتراکچی آزمون باشید، گفتید با هدایت پدر، آموزگاران، خب در همین دنیا وارد شدید، با کتاب چشم انداختید و من میکنم که هر مصرع و هر رشته که خوانده چشمانتان آب خورد، چون یک غذای زیبا دارد کتاب. از همین عالم زیبا برای خود چی دریافتید و زندگی رو چگونه درک کردید برای خودتان؟ خب چون وقتی که با جهان کتاب آشنایی پیدا کردم، فکر میکنم که در صنف 5 یا 6 تحصیل میکردم، چون یعنی که مثلا در صنف 5 گلستان رو یک بار میخوندم، دیگر خیلی معنی میداد. در صنف 6 میخوندم، دیگر خیلی میفهمیدم و حالا باشد که میخونم تماما دیگر خیلی میفهمم. خب حالا با استاد کار کرده ایستادیم، با یعنی که با مثنوی معنوی که عین حال 2 دفتر مثنوی رو تمام کردیم و به دفتر 3 گذاشتیم و خب استاد نیز توصیه دادن که مثنوی رو تا 6 دفتر پورا مطالعه کرده تحلیل کرده میبریم. خب میلش راضی شدم، چون عین حال یعنی که 2 دفتر مثنوی رو خوانده ایستادم، میگم کاش مثنوی رو در صف 2 میخوندم، که یعنی که کاش مثنوی رو 10 سال پیش میخوندم.
یعنی که یعنی ایجادیات بزرگان ما یکی از دیگری باز یک غذای دیگر دارد، یک لذت دیگر دارد. بله. حالا مکتب میانه میخونی و یا؟ بله، عین حال در صف دهم تحصیل میکنم و میخواهم که یعنی که در آینده یکی از فیلولوگانی موفق شوم. به بسیار خوب، ما تمنا میکنیم که به آرزوهاتون برسید و همین گونه دخترک فعال هستید، اشتراکچی آزمون هستید، از عالم ادبیات و زبان و گذشتگان ما آگاهی دارید. امیدوار هستیم که موفقیت‌های خوب شما را در پیش انتظار است. آزمون براتون چی داد؟ رقیبان چگونه بودند؟ یعنی که فکر میکنم که وقتی که شخص در آزمون یعنی که اشتراک میکند باید هیچگاه یعنی که رقابت رو به نظر نگیرد. مهم یعنی که خود رو در نظر گیریم، مهم به خود باوری داشت. خب رقابت هم رقابت سالم است، چون دیگر اینجا هر فقط از ادبیات، از کتاب، از موفقیت ها می رود. خب رقابت شدید است البته. ما البته رقیبانی داریم که به نهایت خوب هستند و فکر میکنم که یعنی که پیش از همه مینتداری خود رو به پیشوای معظم ملت میرسانیم که توانستند که با برگزاری چنین آزمون ها از نو یعنی که ادبیات ما رو زنده گردانند. بله. زنده گردانند یعنی که خب برگزاری همین آزمون یعنی که حس وطن دوستی، حس وطنداری رو در ما یعنی که تا چند زیاد میکند و خوب یعنی که در آزمون میبینیم که در دور جمهوری آزمون زیاده از 600 نفر اشتراک میکنند. خب البته هر یکی آنها نیست سزاوار جای نشه، مهم که خلق ما با کتاب رو میآورند. واقعا این یک نشاندهی بین‌نهایت آینده خوب دارد. آینده بلند همین کشور انتظار است. خب ما البته سپاس میگوییم به شما، تشکر. و صابر جان، همین رو شما بگویید که ترانه سوم چی نام دارد؟ این ترانه چگونه آماده شده است؟ ترانه سوم نام دارد ماهینما. این سرود در آلبوم ما که سال 1999 برآمده بود، در قطار آنها یعنی که حضور دارد، وجود دارد. ممکن گفت که سرود کمی هم کهنه هم شده است، لیکن که برای شنوندگان ما این سرود حالا هم نو است. یعنی که چخیره که خبر مهربانی ما گفتن، با فکرم که سرودها هم یک خصوصیت دارد که سرود رو اگر برای مثال یک سال گوش کردی دیگه مضمون و دیگه وای داره، بعد از 10 سال گوش کردی با یک فهمش دیگه که اون رو ممکن که درک کنی. بنابراین هر نفر به ذهنیت خودش هر دفعه بعد بغیر از اون ما یعنی که هر دفعه که سرودهای خود رو ما بسیارتر حرکت میکنیم و حواس داریم که سرودها رو یعنی که زنده ایجاد کنیم، زنده پیشنهاد کنیم، برآمد کنیم، زنده با آواز زنده. و هر دفعه که ما یک سرود رو مثلا پیشنهاد میکنیم یعنی که در اون کنسرت اجرا میکنیم، با فکرم که هر لحظه بازی کردن یعنی که اجرا کردن اون با یک حسیات دیگر یعنی که پیشنهاد میشه. بله. بنابراین یعنی که ما اون رو یعنی که جدا نمیکنیم که این سرود یعنی که کهن بود، این سرود نو است. عموما گویا مخلصان ما برای چی نمیدونم، لیکن که بسیارتر ما رو خواهش میکنن که ما سرودها یعنی که کهن‌تر رو یعنی که ایجاد کنیم. بله. گرچه که سرودهای نو هم یعنی که هست اون با اونها نقطه نظر دارن، لیکن که ممکن که همون دوره پیش رو یعنی که یاد میکنن و فکرم که شاید هم خیلی پیوستگی دارد با یگان چیزی که در اون گذشته یعنی که با اونها پیوست میکردن سرود اونها رو ممکن که میخوان که باز به خاطر بیارن اون رو. بله. تشکر برادر عزیز. گمانم آماده اید که ترانه را اجرا کنید. البته. غم‌های دل
ташаккур барои иҷроиши тарона, ташаккур мегӯям барои оне ки масалан ромишгарон дар иҷроиши ин таронаҳо ба шумо кӯмакҳои зебо мекунанд. Интихоби мавзӯъҳо барои таронаҳотон бо кӯмаки ки аст? росташ гӯям, ҳама сурудҳои эҷодиёти мо ҳамаш дар бораи ишқу муҳаббат. намедонам акун сабаб чӣ бошад, лекин фикр мекунам ки вақте инсон дар як ҳиссиёти ишқу муҳаббат аст, ба фикрам ки ӯ ҳамеша яъне ки ҷавон аст. мумкин ҳамин бошад, акун намедонам, лекин ки барои мо яъне ки он бисёртар писанд аст, бисёртар яъне ки мумкин ки ба мо дар ҳамин қисмат, дар ҳамин равия яъне ки мумкин осонтар бошад, гӯем ки фаҳмотар бошад. барои ки албатта маъқул аст эҷодиёти яъне ки бисёр мо гӯем аз эҷодиёти гӯем классикони худро агар нигоҳ кунем, агар бениҳоят мавзӯъҳои чуқуру васеъу доманадор доранд. лекин ки боз фикр мекунам ки мо ба чӣ хулоса омадем? Гуфтем ки хай гӯем дар ҷаҳон яъне ки бисёр мушкилои чиз аст. барои гуфтем боз дар бораи мушкилои яъне ки эҷодиёт накунему, дар бораи хушбахтӣ ё фақат хушбахтӣ, хурсандӣ, дар чунин як ватани ободу осуда зиндагӣ кардан ва дар чунин як шаҳри зебо қалби тоҷикистон зиндагӣ кардан, дар чунин як зодбум ё зодгоҳе ки воқеан ҳама гулу гулзор аст зиндагӣ кардан ба шумо ҳунармандон чӣ мебахшад, чӣ гуна илҳом мебахшад? пеш аз ҳама хеле ки мола ки шумо ҳам гуфтед, қайд кардед, бениҳоят миннатдор ҳастем аз роҳбари давлат, зеро ки он тинҷие ки мо дорем, он ободию ривоҷу равнақе ки мо дорем, ба фикрам ки ин сабаби ривоҷу равнақи дигар соҳаҳо ҳам аст. яъне ки аввал шумо савол додед санъаткорон, яъне ки санъаткор, ба фикрам ки то даме ки дар гирду атрофаш сулҳу муҳаббату оромию тинҷӣ набошад, агар санъаткор ҳеҷ гоҳ ҳаваси ба он кор маҷбур шуда наметавонад. барои ба мо эҷодкорон яъне ки аз ҳама чизи муҳим ин тинҷию оромӣ, ин хурсандие ки он моро водор мекунад, он моро ҳавасманд мекунад ки мо пас аз он тасвир кунем он. мо бениҳоят хурсандем, бениҳоят шод ҳастем ва миннатдор ҳастем ки дар ин давлати зебо, дар ин давлати тинҷию оромию, албатта ҳаст ҷойҳои қисматҳое ки яъне ки мо бояд якҷоя яъне ки кор кунем барои боз бисёртар яъне ки равнақ бахшидан ва мо он чизе ки аз дасти мо мебиёд онро мекунем. ва мумкин аст ки аз эҷодиёти мо ҳам яъне ки шаҳрвандон яъне ки бояд хурсанд мешаванд, як шод мешаванд, миллат яъне ки пеш меравад, гӯем санаи эҷодкориҳо яъне ки баландтар равад, муаррифӣ яъне ки давлат. ташаккур ва воқеан ояти шукрона бар лаб доштан дар зодбуме ки тинҷӣ аст, осудагӣ аст, сулҳ аст, субот аст, кардани мо фарзандон, ин албатта қарз аст ба гарданамон, чун дигар ватан модари рамзӣ аст ва агар мо ватанро дӯст надорем, мо модари аслиамонро дӯст дошта наметавонем, чун ҳарду дар як радиф бузургӣ дорад. модар моро ба олами ҳастӣ меорад ва мо дар оғӯши хоку обу дони ин сарзамин бузург мешавем. яке ҳунарманд, дигаре деҳқон, дигаре намедонам рӯзноманигор, дигаре ҳар кас аз рӯи шавқу қобилияту завқи хуш дар ин зодгоҳ, дар ин зодбум бузург мешавад, калон мешавад. сипосҳо ба шумо. хуб, меҳринисо, биед як ғазали дигар бихонед. мехоҳам ғазалеро аз мавлоно ҷалолиддини балхӣ қироат намоям. хоҷа дарёб ки ҷон дар тани инсон адаб аст. одам аз олами улвиз шарафи ҷон адаб аст. як ду рӯза ки дар ин хонаи тан меҳмонӣ, бо адаб шин ки хосияти меҳмон адаб аст. зоғи шабранг ки дар беадабӣ машҳур аст, нағма дар нои дами мурғи саҳархон адаб аст. беадабро набувад дар хури султон чизе, нек бингар ба яқин дар хури султон адаб аст. кардам аз ақл савол, ин ки чӣ бошад имон, ақл дар гӯши танам гуфт ки имон адаб аст. чашм бикшову бубин ҷумла каломуллоҳро, оят оят ҳамагӣ маънии қуръон адаб аст. шамси табрез хамӯш кун ки ту эй сири худо, анвари фарри ҳама шамъи шабистон адаб аст. ташаккур. таронаи чорумро бипурсем ки чӣ ном дорад ин тарона? таронаи чорум он таронае ки қайд карда гузаштем, мо онро дар
جایزه آزمون یعنی که گویم ترانه ایواردز سال 2021 خطا نکنم اگر بود در اونجا یعنی که اون جدا کرده شد اون از طرف مخلصان یعنی که او پذیرفته شد اون رو در همونجا یعنی که ما ایجاد کرده بودیم و می‌خوایم به شنوندگان اون رو هم یک بار دیگه طور زنده یعنی که پیشنهاد کنیم. عاشق زارم. یاد میارم روزی بهاران سیر داشتم در زیر باران یاد میارم کرده فریادش بار دیدم حسنی جمالش گفتم سویش دلبری کیستی گفت بر سویم دلبری تویم گفتم جان را فدایت کردم گفت با عشقم با تو پیوندم عاشقی زارم با حسن یارم شیرین سخن دارد آرامی جانم عاشقی زارم با زلف یارم چشم سیاه دارد دلبری جانم گفتم سویش دلبری کیستی گفت بر سویم دلبری تویم گفتم جان را فدایت کردم گفت با عشقم با تو پیوندم عاشقی زارم با حسن یارم شیرین سخن دارد آرامی جانم عاشقی زارم با زلف یارم چشم سیاه دارد دلبری جانم عاشقی زارم با حسن یارم شیرین سخن دارد آرامی جانم عاشقی زارم با زلف یارم چشم سیاه دارد دلبری جانم عاشقی زارم با حسن یارم شیرین سخن دارد آرامی جانم عاشقی زارم با زلف یارم چشم سیاه دارد دلبری جانم تشکر صابر جان و چون آیسته به انجام برنامه رسیده ایستادیم من باور دارم که بیننده های ما خستگی را احساس نکردن و برای همشون بار دیگر ما فراغت خوب آرزو میکنیم ما برای شما برار میخواهیم تشکر. ایده های نو غایه های تازه و امیدوار هستیم که این همه عملی بگردد و در راه ایجاد سبز اندر سبزی نصیب شما و من میخواهم که یک غزل زیبای دیگر خواهر عزیز ما مهرنیسای اسفندیار قرائت کنند چون واقعا زیبا قرائت میکنند و شام بیننده های ما رو همین گونه با سرود و با شعر شیر و شکر کرده تشکر و یک غزل دیگر بسرایید ما با بیننده خیر خوش میکنیم با ترانه ای که صابر امینوف میسراید. مرحمت. تنی آدمی شریف است بجان آدمیت نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی چی میانی نقش دیوار و میانی آدمیت خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارند ز جهان آدمیت به حقیقت آدمی باش و گر نه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. تیران مرغ دیدی تو زی پای بند شهوت، و درای تا ببینی تیران آدمیت. اگر این درنده خویی زی طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی بر روان آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. نه بیان فضل کردم که نصیحتی تو گفتم، همه از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. تشکر برای صحبت خواهر عزیز. با شما سپاس برای اشتراک و به بیننده ها یک عالم سپاس دیگر برای ما را تماشا کردن. رسیدیم به انجام نشر این شومینه برنامه فضای تلویزیونی سفینه که اشتراک داشتن گروه آوازه‌دار پریم در برنامه ما. در روزگار و زندگی برایتان برکت، خانه آباد آرزو میکنیم. حضور و حلاوت زندگی نصیبتان. دوستان عزیز، ترانه انجامی رو راهبر گروه پریم عالم شیرینوف می سراید و برای شما برار و برکت خیر. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'll soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me, or tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a ribbon round the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please, or tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a ribbon round the old oak tree, now the harbor's dam is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old